السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و طلاب عزیز مهربان، خداوند تبارک تعالی را بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم به خاطر تمام نعمت‌های خوبش. به خصوص خداوند تبارک و تعالی را تشکر میکنیم به خاطر این نعمتی بزرگ، این علمش. در حقیقت در این زمان، در این نیویورک، الله سبحانه و تعالی در مابین همین مردم، آدم ها، ما و شما را گلچین کرد، به خانه خودش آورد، جمع کرد. به خاطر چی؟ به خاطر تعلیمی کتابش، به خاطر تعلیمی درس گرفتن این دینش، تا ما و شما دین الله سبحانه و تعالی یاد بگیریم و به دیگران برسونیم. یعنی به خاطر خدمت به دین الله و خدمت به مردم خدا. در واقع این علم، کسب علم یا طالب علم بودن، این نعمت بسیار بزرگ و کرام است که الله سبحانه و تعالی این دنیا را که ما دیدیم امروزه، هش ما رفتن مردم همه هش گوش دنیا، مال دنیا، چیز دنیا. در فکر انسان ها فقط یک چیز است: چیکار کنیم که مولتر، زیادتر مال دنیا به دست بیاریم. فقط مال، پول، چوز، دنیا. یعنی خیلی انسان های کم هستند که قدردانی این نعمت الله بدونن، دین، ایمان، قرآن. خیلی کم هستند. یعنی مول انسان ها، اکثر انسان ها، بسیاری مردم فقط دنبال یعنی نعمت های زودگذر این دنیا هستند. قدردانی این نعمت بزرگ ایمان و دین نمید. کمه که نسبت علم حرکت بکنن تا علم به دست بیارن، تو خدمت در دین کنن، در خدمت به مردم کنن. خیلی کم اهمیت میتونه انسان ها. اکثر مردم دنبال دنیا هستند، در حالی که خداوند تبارک و تعالی این دنیا را، مال دنیا به همه میتونه، همه پدریا. چی کسی را که دوست میداره خداوند و چی کسی را که دوست نمیداره همه را میتونه. اما دین، ایمان، علم اسلام فقط با کسایی میتونه که الله دوستشو میداره، خداوند دوستشو میداره، با اونها را میتونه. در سوره برکه رحمت خداوند میفرماید که و فرحوا بالحیات الدنیا. سبحان الله. ببینید که خداوند چه خیلی صحبت میکنه. و فرحوا بالحیات الدنیا، یعنی که حیات دنیا را دیدن. این دنیا را کار، کسب، بیزنس، مال، دلار، یورو، طلا، نفت، چرن زلطه، گاز، دارایی بایگری دنیا، منصب، مقام، پست و مقام، شهرت. هوش مردم رفتنی همه مستن در غفلت، همه دنیا. الا ماشاءالله خیلی اندک هستن، خیلی کم هستن که فکر غم دین کنن، علم کنن و یا گویای کار کیسان، گویای بگیریم. سبحان الله. خداوند چی فرمود؟ و فرحوا بالحیات الدنیا. مردم دنیا را دیدن، خرسان شدن، خوشحال شدن، بشو رفت. اما خداوند چی میگه؟ وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل وفرحوا بالحياة الدنيا. این مردم خیلی خوشحال شدن زمانی که دنیا را دیدن، زندگی را دیدن، خیلی خوشحال شدن. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. اما خداوند میگه و ما الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل. این دنیا را
داراییش، مالش، ثروت همش بگیری مقایسه با آخرت کنی، این دنیا قلیل هیچیه، اندکی است، خیلی کم است. عمر این دنیا خیلی کوتاه است، خیلی کم موندگی است. خداوند ما را تعلیم میده که در این دنیا که ما زنده هستیم هوشیار شیم، ما بدونیم جایگاه خودمون، دنیا را بدونیم دنیا چیست و آخرت را بدونیم. بنابراین خداوند که دوست می‌داره ما را تعلیم میده که در واقع همین مردم هستند در غفلت، فقط یک چیز چه خیلی کنم مال بسیار به دست بیارم، چه خیلی کنم زندگی خوشو لوکس داشته باشم، فقط نفس خوردن گوش. هر کجایی که مقام انسان گام میکنی در پست مقامش فقط نفس، ای شهرتش برای نفسش به کار میگیره، ای پست مقام برای نفسش به کار میگیره، ای مالش، ای دور، ای بیزنس فقط نفسش. در تلویزیون باشه، در نمیدونم در رادیو باشه، نش همه جا نفس. الا ماشاءالله بود که مردم اویلا کنن فکر نکنه این همش موقت هستن، این همه که مسئولیت که ما داریم مسئولیت سنگین است. این به خاطر خدمت در راه خدا، به خاطر خداست که خدمت بکنیم به مردم. پگه هیچ، پگه امروز هستیم فردا نیستیم. بنابراین الله فرمود که اما الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل. دنیا مقایسه با آخرت اگر مقایسهش کنیم، برابرش کنیم، نگاه کنیم، خیلی هیچیه. دنیا هیچی ارزش نداره. این اما از ما اقیانوس دور نیست. بایتون بریدم اقیانوسی که الله خودش بدونه، سر حد نداره، اول آخرش خدا خودش میدونه، عمیق چقدرش خدا خودش میدونه. وقتی انسان بیا یک انگوش در درون اقیانوس به اندازه ببرداره، ببینه چقدر از انگوش انسان چقدر آب میچکه، یک قطره. یعنی همین دنیا با تمام داراییش اگر نگاه کنیم نسبت آخرت یک قطره، دنیا همون یک قطره، آخرت همون اقیانوسی که اول آخر خدا خودش میدونه. بنابر همین خداوند این دنیا دوست میداره و برای کسی که دوست نمیداره میتیه. اما دین، علم، به خاطر ایمان برای کسی میتیه که خدا دوستش میداره. پس در واقع این دین، این علم ارزش بسیار بالایی داره، بسیار قیمت است. پس ما شما قدر این علم بدونیم، قدردانی کنیم. ما اون جلسه گذشته گفته بودیم که مثلا قدردانی علم چه خیلی میشه. خاص بازم یک باریگه سرسری میگیمش. قدردانی اول انسان باید نیت بکنه که این علم، این علم دینی را فقط به خاطر خدا، به خاطر رضامندی و خوشنودی خداوند من کسب میکنم و فردا در راه خدا خدمت کنم. بعد درس میاد، اگرچه اندک یک حدیث، نیم حدیث هم باشه، باید همون را باید دست کم نگیری، بلکه همون را قدردانی کنی و خوب از یاد کنی و خوب در بر بکنی. بعد چیزی که اساس و پایه هست در این کسب علم، این تقوا، خدا ترسی است. نه فقط برای طالب علم تقوا، بلکه برای تمام مسلمانان تقوا، خدا ترسی این اساس و پایه است. اساس و پایه زندگی مسلمان است. تقوا، خدا ترسی فوندامنت مسلمان است.